مسلمانان کشور افریقای اتیوپیا که در مخزهای تاریخی و ادبی با نام حبشستان نیز معروف است، برای حمایت از ارزش‌های دینی خود در مقابل سیاست اسلام ستیزانه حکومت این کشور دست به اعتراض زدند. پس از تخریب دهها مسجد و مکانهای دینی در سراسر اتیوپیا، ساکنان مسلمان این کشور افریقایی از خطر پره از بین رفتن مکان مقدس دینیشان در تشویشند. روز 26 ماه سال 2023 نمازگزاران حبشه پس از ادای نماز جمعه در مسجد جامع انوار که در پایتخت اتیوپیا شهر آدیس آبابا جایگیر شده است، به نشان اعتراض به سیاست‌های پیشگرفته حکومت در مورد تخریب مسجد و مدارس دینی و دیگر مکان‌های مربوط به دین اسلام دست به تظاهرات آسایشته زدند. اما این تظاهرات به برخورد شدید مقامات قدرتی روبرو شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات اتیوپیا برای پراکنده نمودن نمازگزاران، نظامیان گارد ملی و نیروهای تعینات مخصوص را سفربر نمودند که آنها به طور بهرهمانه تظاهرگران را با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های مخصوص و تیرهای رزینی سرکوب کردند. در نتیجه 3 نمازگزار کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس 114 نمازگزار دیگر را بازداشت کرده است. چون این برخورد شدید با مسلمانان در کشور صورت می‌گیرد که در سالهای اول ظهور اسلام نخستین شده به مسلمانانی که در شهر مکه تحت تعقیب قرار داشتند پناهگاه داده بود. در دورانی که پیامبر اسلام محمد تازه به تبلیغ دین اسلام پرداخته بود و در مکه او و پیروانش را روز خوش نمی‌دادند، با دعوت پادشاه مسیحی حبشستان صدا ساکن مسلمان شده مکه از جمله از خانواده خود پیامبر به این سرزمین در قرار افریقا پناه بردند و نخستین جامعه مسلمانان در هجرت را به وجود آوردند. باور می رود که مسلمانان اتیوپیا امروز از اولاد همان مسلمانانی به آنجا مهاجر شده و آنهایی باشند که با دعوت این مهاجران اسلام را پذیرفتند. نخستین مسجدهای مسلمانان نیز 14 عصر پیش در اتیوپیا ساخته شدند. اما حالا مقامات رسمی اتیوپیا با پیشبرد سیاست اسلام ستیزانه خود ادعا دارد که این مکانهای دینی غیر قانونی بنا شدند و به این سبب از بین برده می شوند. بنا به اطلاع نشریه Ethiopian Citizen.com در نظر است تنها در شهر شغور که در کنار پایتخت این کشور در منطقه اورومیه جایگیر شده است، زیاده از 30 مسجد ویران کرده شود. تا سانحه 23 ماه مقامات محلی در شغور علاقه 19 مسجد را ویران کردند. با وجود اعتراضهای مسلمانان و نامه شورای عالی اسلامی اتیوپیا و دیگر مؤسسه‌های دینی مسلمانان با حکومت اتیوپیا، طوری به نظر می رسد حکومت این کشور افریقایی موقع خود را تغییر دادنی نیست. اتیوپیا کشوری است که در شرق قاره افریقا که با اریتریا، جیبوتی، سومالی، کنیا، سودان و سودان جنوبی همسرد است. این کشور با بیش از 120 میلیون اهالی دومین کشور سراحالی قاره افریقا به حساب می رود. بیش از 60% اهالی اتیوپیا را پیروان دین مسیحی و نزدیک 33% را مسلمانان سنی تشکیل می دهند.